یادگاری‌های تاریخی معروف‌ترین همین دهه همین مزار و قدیمی که به اصل 13 تعلق دارد. اینا بین خلق بعضی ها میگن که مزارچه میگن، بعضی ها میگن که نه مزارچه نه و مزار آچه. اگر تاریخش همین خیلی که وقتی که اصل 13 هنده یک از دولت‌های کلانترینی که آسیای میانه دولت خوارزمشاه بود، همون چنگیز خان یک از خانهای مغول که تاریخ و نامش مانده، همین آسیای میانه به هجوم میکند، با پسراش و بهاکتی هجوم میکند، لشکر میکشد. محمد خوارزمشاه راه گریز پیش میگیرد، لیکن مبارزه خلق تاجیک خلقهای دیگری آسیای میانه که به مقابل چنگیز خان ادامه میدهند. هم به جلال الدین منگوبردی پسری محمد خوارزمشاه ثانی من حاکم شهر خوجند باستانی گویا که تیمورملک همین مبارزه و راهبری میکند. اکنون از روی بعضی روایت های تاریخی، معلومات های تاریخی گویا که همون دورانده وقتی که مغول ها همین خوجند محاصره کرده مقابل تیمورملک مبارزه بردن میشن، این کتاب استاد صدرالدین عینی قهرمان خلق تاجیک به تیمورملک به جدا نشان داده شده. گویا که از روی روایت ها همه خیلی میشد که همین قهرمانی و دلیری تیمورملک تمام آسیای مرکزی به پهن شده. درباره وی گویا که پند و اندرز و روایت و بهای مول پیدا شده. ثانی همین دختری حاکمی اخسیکات نمایندگان حاضری جمهوری برادری ازبکستان، نه همون دختری حاکمش گویا که تیمورملک به غایبانه عاشق شده. 500 نفر جنگاورا یه توده کرده، خودش هم لباسی مردانه پوشیده، همینجور یاردم میبود و تخمینا همون گید و اطراف حاضره اربابی مشهوری به نام ارونخویجه به نزدیکش بگو تیر میخورد از کمان و یا گفته همینجور به گفته میبرن. ثانی تیمورملک هم وقتانده اون دریای سیرانده مقابل مغول ها و تیاری جنگی دیساده بود و خبرش رو به میرسونه. تیمورملک خیلی 300 تا جنگاوراش که میبیاد که یک دختری صاحب جمالی جدا خسروی همه خیلی وای، لیکن وای زخمین حالی وای تیری از کمان برآمدگی پاچکش به درماندگی وای گفته نمیشه. ثانی میگه که من توی اوسو گفته میرم طبیب ها توی معالجه میکنه تو و میگه دختره خودش مردانه گفته میگه که من میگه هیچ جا نمیرم، من از دیگه رفته 100 و 1000 نفر دیگه جنگاور گفته آمده تو کمک میکنم گفتم. بعد کم که 500 متر نرفته دختره که عصبی گو همون زخمی برداشتگش خونی مول رفته شده جانش میبرد. تیمورملک گردانده گشته خبر میتن گشته میبرد. همین نزدیکی یک 700-800 متر از همین جای محلی حاضر ایستادگی ما یک تا قبرستانی کهنه‌ترین قصرکویز بوده که مقطع و قبرستان با نام قبرستان قصابان مشهور. حاضر هم نمونه هاش هست. کم که جا یک 3 ساعت جا و گیرش دیوال کرمانده هم کهنه‌ترین اینجا یکان کسی دفن میکنه. همینجور دفن میکنیم گفت اهالی محلی تیمورملک گفته بودن که این دختری جسور و ناترسی به جاش همین جای جانش برندگی و دفن کنتم. نتیجه من همینجور دفن کرده. من چند قریب اصل 13 قریب 700-800 سالسی همینجور زیارتگاهی مردم به تبدیل یافته. من از شما خودتان شاهد شدید که چندین آدمایی که برسوزیان همون رفته ایستاده برای پیش آمدی کارشان، برای بخت و سعادت عائلوی هاشان، برای مثال پدر و مادرشان بگو یکان خیلی آسیب نرسد نیت کرده آمده هر پگوره یک زیارت که میبرن.